سلام بچه چطورین؟ خیلی خوش میکنم. من امروز اومدیم بریم به قلی زنگ بزنیم بریم چی کار میکنه. بدون هیچ مطلبی برو که بریم زنگش بزنیم ببینیم جواب میده یا نه. الو قلی چطوری؟ کجایی؟ عرفان قطع کن. هرچی دست باور نمی‌کنی چه اتفاقی افتاده. قلی چی شده؟ چرا داد میزنی؟ انگار توی یک میدون جنگی. جنگ نه بابا، من بهشت رو دیدم. من رونالدو رو دیدم. ناموسن؟ کیو دیدی؟ حتما دوباره با شهوت سرماخوردگی با چیز دیگه قاطی کردی. قسم میخورم عرفان، همین الان تو پیست اوه. اتوبوس‌های خط واحد پیست دیدمش. اتوبوس؟ صبر کن ببینم کریسو تو پیست اتوبوس دیدی؟ اونم با اون همه اسکورت؟ آره اومده بود سوار شه، ولی نه اتوبوس معمولی، یه چیز خیلی خفن بود. یا یک ماشین خیلی بزرگ با چراغ‌های چشمت زن سفید و قرمز اومد، بعد 2 تا یارو گنده قیافشون مثل دروازه‌بان‌ها بود. اوه. قلی اون شاید تیم محافظ یک شخص دیگه این بوده، یک شخص معروف. نه بابا، او خود رونالدو بود. اوه. تو دستش یک جعبه بود، روش نوشته بود نایک فقط برای سلطان. خب من داد زدم آقای کریس، من طرفدار 2 آتیشه شما خب. هستم، میشه یک امضا بدید؟ خب چی گفتش؟ امضا داد؟ اومد یک نگاهی به من انداخت، او لبخندی زد، خب بعد گفت ببخشید رفیق خود کار ندارم، یک شماره تماس بده بعد تماس میگیرم. خب شما تو دادی؟ آخه من یک شماره تماس بهش دادم، بعد گفت باشه خب. بعد زنگ میزنم. زنگ زد یا نه؟ اون گفت ببین عمو، من الان باید برم با مسی با سوار مسی؟ هواپیما بشم. خب. بعد من هم باهاش یک سلفی گرفتم. سلفی ولی گرفتی، امضا خوبه. نشد بگیرم. امضا نگرفتی؟ خب امضا میگرفتی دیگه، کار نداری. من باید برم جایی. نه عرفان، خدا حافظ، بعد هم باز بهم زنگ بزن. باشه بعدا باز به زنگ میزنم. خداحافظ. خب بچه این از این ویدیو بود. اگر از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو لایک کنید، کانالم هم دنبال کنید، یک کامنت هم حتما بذارید و تا یه ویدیو جدید خدا نگهدار.